زایر خانه خدا و رفتار منبعده این موضوع برای صحبت امروزی ما است. پیش از آن که حاجی ها حج ببرن باید که حج چی بودنش دانند. مسئولیت در ضمیر قلب انسانیت بیدار شدن. تو رفتن دیگر بدید اونجا بود دیگر شده میبید. دانش معلوم میکنه که رفتار تغییر کرد. با بسیاری هاشون میدانیم که آمده ایستاد کاری خودشون دوام دادن. اون حجی که دیده آمدن عملی بیکنن از خاندانشون. اول خودشون وقتی که حجش ده اومدن اول مستفیدای رفته خودشون دیدن زیارت کردن. بعضی زنها هستن که خودشون همیشه بلند میگیرن که خودی واقعا یکون برای چی من حاجی آیه گفته؟ من حاجی آیه گفته. اون جنگی جوانای شتگی همشون گفتن که اوه چه خیلی حاجی چه خیلی تعلیم یاد میتید. اگر این کار شود مسئولین رفته جریمه بندی میکنن.